بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما شما در ربع سپاره 22 بودیم دیروز. سنت الله فی الذین خلو من قبل. سنت به معنای روش و طریقه هست. وقتی که سنت الله گفته میشه به معنای روش و طریقه و حکم الله هست. فی الذین، در مورد کسانی که خلو من قبل، اینا گذشتن قبل. ولن تجد لسنت الله تبدیلا، و هرگز تو یافته نمیتونی برای اونم دستور الله و روش را که الله متعال اختیار کرده به او هیچ تبدیلی نیست. یسألک الناس عن الساعه. موضوع امروز ما و شما که است این هست که مردم می آمدن و از رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد قیامت پرسان میکردن. یسألک، سوال میکنن تو رای رسول الله صلی الله علیه و سلم، الناس، مردم، عن الساعه، درباره لحظه ای که قیامت میشه. قل، بگو برشان ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، انما علمها عند الله. این حکم الله هست که الله متعال به رسول الله سمیه که برشان بگو که علم ساعت یا ای که قیامت در کدام لحظه دقیق برپا میشه، علم ازی به نزد الله هست. اینجا توحید الله در علم است، توحید الله در علم است، وحدانیت الله در علم غیب. از این آیت علم غیب الله ثابت میشه که پیغمبر علم غیب نداره. به این خاطر لحظه که قیامت میشه، اما لحظه دقیق که در کجا شو می باشه، در کجا روز می باشه، چه وقت میشه، این دیگه به نزد الله متعال است. و ما یدریک، و چه چیز دانان تو را، لعل الساعه تکون قریبا، شاید که امی لحظه قیامت نزدیک باشه. من مات فقط قامت قیامته. دو قسم قیامت است، یکی قیامت صغرا هست و یکی کبرا. قیامت صغرا در وقت مرگ هر انسان برش حاصل میشه و قیامت کبرا قیامت است که امو در روز قیامت که ما و شما میفهمیم اونجا میشه. شاید اینمی قیامت خودت یا قیامت بزرگ نزدیک باشه. ان الله، یقینا الله متعال، لعن طرده، یعنی طرد عن رحمته. لعن الکافرین، یا طرد، ترد کرد کافران را از رحمتش. و اعد لهم سعیرا، و برشان آماده کرده سعیر که آتش شعله‌ور دوزخ است. خالدین فیها ابدا، همیشه در اینجا می باشن. لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نه کدام دوست میافن و نه هم کدام نصرت کننده و مددگار. یوم، روز قیامت، روز است که تقلب وجوههم فی النار، که گردانیده می شود روحایشان در آتش دوزخ سرازیر میشه. یقولون، باز این لحظه حتی کافرها چی میگن؟ میگن که یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسول. در اینجا دو قسم مردم پشیمان می باشه. یک تعداد مردم هستن که مطلقاً قرآن رد میکنن و یک تعداد مردم دیگه هستن که قرآن قبول دارن، سنت رد میکنن. و یک تعداد مردم دیگه هستن که سنت قبول دارن، باز قرآن قبول نمیکنن. هر گروهی از اینا که هست یا چی میشن؟ باز کلشان صدا میکنن که یا لیتنا، ای کاش که ما اطعنا الله، اطاعت الله را هم میکردیم، و اطعنا الرسول، و اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم میکردیم که الله او را من حیث اسوه بر ما معرفی کرده بود. اینال وقتی انسان هایی که در روز قیامت این مشکلات میبینن، سختی ها را میبینن، حقایق برشان با عین الیقین ثابت میشه. یکی علم الیقین است، یکی عین الیقین است، یکی حق الیقین است. علم الیقینی است که انسان با اساس قرآن و سنت انسان به آخرت یقین داشته باشه، به قرآن و سنت یقین داشته باشه. یکی است که انسان وقتی که باز جنت و دوزخ ببینه، باز او وقت عین الیقین بشه، با چشم خود میبینه، باز یقین میکنه، میگه درست است. و در این صورت با چشم که دید، باز دیگه اینجا حق الیقین دیگه که باز هیچ برش کدام، باز این صورت باز برازی دیگه کدام فرصت داده نمیشه، ختم شد. حالا الله متعال میگه باز امی کسایی که
همین مشکلات می داشته باشن، بازی چی میکنن؟ یا باز امو مشکل خود ات بیان میکنن که همیشه جوانا که هستن، مردمایی که گمراه میشن، یا پشت یک رهبر غلط میرن که ما شما خواندیم که در قرآن گفت که ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، اسوهتان کی باشه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. اینا رهبر خود انسانهای غلط گرفتن، آل در مقابل الله باز یکی ملامتی رو سر از او میبردن. او میگه صاحب ما هم رعیت بودیم نمیفهمیدیم، این رئیس حزب ما بود، این رئیس گروه ما بود، این کلان ما بود، این مشر ما بود. بناهن و او مشرشان و کلانشان و رئیس حزبشان و رئیس گروهشان بازو یار ملامت میکنن که مخصر شما زور نداشتم، شما لوده هستین. اینمی جر بحث در روز قیامت در بین رهبریت غلط و رعیت احمق انت صورت میگیره. و قالوا میگوین همین مردمایی که رعیت هستن تابع هستن میگن ربنا ای رب ما. حال دیگه تا دنیا انکار میکنن از ربوبیت الله، بازی میگن که ربنا ای رب ما انا اطعنا سادتنا، ما اطاعت کردیم از امی رهبران خود، و کبراءنا. ساده رهبران چی رو میگن؟ رهبران قومی و رهبران حزبی و رهبران گروهی و اینا را، و کبراءنا این دیگه این بزرگان منطقه و بزرگای کلانکارها و اینی گپا. فاضلون السبیل، اینمی ساده و کبراء ما، اینا که خود رهبرای ما قرار میدادن، فاضلون اینها ما را گمراه کردن و غلط بردن ما را از سبیل، از راه درست. آل تقاضای ما میگه چیزی الله باز ای رعیت از الله تقاضا میکنن که رهبریت غلطشانه و بزرگایی را که اینا از اونا پیروی کردن، باز میگن پروردگار بر ازیا دو چند جزا بده، این خطر است. ربنا میگن ای پروردگار ما آتهم ضعفین من العذاب، بر ازیا دو چند عذاب بده، ولعنهم لعنا کبیرا، لعنت خو اینا را کردی، ما هم لعنت شدیم، خو اینا را لعنت بزرگ، یعنی از رحمت بزرگت اینا را بیخی محروم بساز. این الله متعال میگه میبینین که نتیجه چی میشه؟ یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان لا تکونوا کالذین آذوا موسی، شما نباشید مثل کسایی که ضرر رساندن و اذیت رساندن به موسی علیه السلام، بر یک پیغمبر معصوم، بر یک پیغمبر اولوالعزم، بر یک پیغمبر با شخصیت. اینا ضررهای خطرناک میرساندن که تو دیوانه هستی، که تو مثلا گناهکار هستی، که تو دروغگوی هستی. فبرأه الله مما قالوا، باز الله متعال او را براءت داد از آنچه که اونا میگفتن. و کان عند الله وجیها، و بود موسی علیه السلام پیش الله وجیه، یعنی بسیار رویدار و آبرودار. اینا میخواستن که آبروی موسی علیه السلام بریزانن، الله از دفاع کرد چون ای پیش الله بسیار آبرو و عزت داشت. دیگه حکم الله هست، الله میگه که شما اگر میخواین که اعمالتان درست شوه، قبل از اینکه اعمالتان رو جور کنین اقوالتان رو جور کنین. چرا؟ امی سخن انسان که از انسان اگر سخن حق بگویی دوستای حقیقی پیدا میکنی، اگر سخن باطل بگویی دوستای باطل پیدا میکنی. از این خاطر انسان باید اول از سخنان خود شروع بکنه. الله متعال میگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای مؤمنان بترسین از الله، و قولوا قولا سدیدا، و بگوین سخنهای درست، سخنهای راست. یصلح لکم اعمالکم، اینمی سخنهای راست شما اعمال شما را هم اصلاح میکنه و جور میکنه. چرا؟ صداقت در قول سبب میشه، منجر میشه به چی؟ به صداقت در عمل. وقتی که اقوالتان درست شد اعمالتان هم درست میشه، و وقتی که اقوال و اعمال درست شد الله شما را مغفرت میکنه و یغفر لکم ذنوبکم، باز الله متعال مغفرت میکنه بر شما گناهایتان را. و من یطع الله و رسوله، اگر کسی اطاعت از الله و همچنان اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنه، یعنی هر کسی که پیرو قرآن و پیرو سنت باشه. المشکل بسیاری یکی است که بسیاری کسا میگه ما قرآن قبول داریم، پیغمبر قبول نداریم، سنتش قبول نداریم. الله میگه که و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما، هر کسی که اطاعت از الله و رسولش کرد باز اینی کامیاب میشه با کامیابی بزرگ. حالا الله متعال یک مثال بیان میکنه
میگه شما انسان ها علاقمند اختیار بودین، علاقمند ازی بودن که ما اختیار داشته باشیم، صلاحیت داشته باشیم، برای ما اختیار تصمیم گیری داده شود. الله متعال میگه ما امی امانت برای شما دادیم. انا عرضنا الامانت، ما عرض کردیم، پیش کردیم امانت به آسمان ها. آسمان ها گفت ما تابع امر الله هستیم، ما اختیار نمیخوایم. الله هر قسم که حکم کرد ما امو حکم کرد. والارض، زمین، زمین گفت سر ما گوسفندم بچره، حیواناتم بچره، کثافاتم پرتین، ما تسلیم هستم، برای من اختیار نده. چرا اختیار وقتی که صلاحیت پیدا کردی باز مسئولیت پیدا میکنی. اینا گفتن که ما نمیتونیم. والجبال، کوها گفتن ما هم تسلیم هستیم. زمین گفت ما تسلیم هستم. فابین ان یحملنها، اینا ابا کردن، گفتن والا ما تحمل این مسئولیت کرده نمیتونیم، مسئولیت اختیار و اراده و تطبیق شریعت. و اشفقن منها، ترسیدن ازی. کوه با امی بزرگی خود، زمین با امی بزرگی خود، آسمان ها با امی بزرگی خود، گفتن ما را هیچ اختیار و اراده، هیچ، پروردگار ما 100% تسلیم هستیم، هیچ صلاحیت نمیخوایم. و حملها الانسان، انسان گفت که ما صاحب حمل میکنم، ما میخوایم اختیار داشته باشم، ما میخوایم صلاحیت داشته باشم، ما میخوایم که مسئولیت داشته باشم، ما میخوایم که کل چیز به دست ما باشه. الله متعال میگه و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا، این انسان بسیار ظالم به نفس خود هست و بسیار بیخبر است، نمیفهمه که اختیار بیشتر، مسئولیت بیشتر داره. همیشه انسان ها رو شما دیده باشین با قدرت گرفتن و با صلاحیت و با مسئولیت گیری و گپا بسیار آدم ها چی می باشن؟ این دیگه بسیار آماده هست که مثلا رئیس شم، وزیر شم، قدرت بگیرم، شم. خبر نداره که هر قدر که مسئولیت بیشتر میشه، هر قدر که صلاحیت بیشتر میشه، با مو اندازه مسئولیت بیشتر میشه. سر خودم ظلم میکنی و این کار از جهل و نادانی هست و انسان با اساس بیخبری خود اینمی کار کرد. الله متعال وقتی که برای انسان ها صلاحیت داد، گفت خلاص شما بعضی اوقات میتونین از ملائکه که هم رتبهتان بلند باشه بگیرین، مقامی که خلافت زمین هم پیش شما باشه، رتبهتان هم از ملائکه که بلند شوه. و در مقابلش باز اگر از صلاحیتتان منفی استفاده کردین، باز الله متعال این انسانهای دروغگو را تعذیب میکنه. لیعذب الله المنافقین والمنافقات، تا که تعذیب بکند الله متعال مردای منافقه و المنافقات و خانمهای منافق را، و المشرکین و مردهای مشرکه و المشرکات و خانمهای مشرکه را، و یتوب الله علی المؤمنین والمؤمنات، و انسان میپذیره توبه کی را؟ مؤمنان هست، زنهای، مردهای مؤمنه و المؤمنات و خانمهای با ایمان را. و کان الله غفور الرحیم، و یقینا که الله متعال بخشنده هست و مهربان. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا استغفرك.